به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم، همراهان آنتن با پخش زنده دربی 94م در خدمت شما هستیم. من علیرضا رحیم‌زاده هستم، گزارشگر مسابقه. بریم به ورزشگاه آزادی. بازی موفقه هفته هشتم، یک حرکت از بازیکن استقلال. حالا گوشه زمین فرصت هست برای بازیکن این تیم. یاران پرسپولیس اونجا میان، یه ضربه که زده میشه و دروازه باز میشه. خیلی زود استقلال به گل میرسه و استقلال 1-0 میکنه. هنوز 2 دقیقه هم نگذشته بود که حامد لک دروازه خودشو باز شده دید و حالا استقلال با 1 گل پیش میفته از پرسپولیس. چجوری دروازه پرسپولیس باز شد؟ اینجا یه لحظه اشتباه، ضربه‌ای که اینجا زده شد و دروازه حامد لک اینجوری باز شده، فقط تونست تماشا بکنه توپ رو تا اینجوری ارسلان مطهری دروازه‌شو باز بکنه. تو بازیکن پرسپولیس در اختیار دارن رو به عقب. فرصت هست برای پرسپولیس، گوشه زمین ارسالی که انجام شده روی دروازه. فرصت هست برای پرسپولیس، باز همه عبور میکنه و از این سمت به بیرون میره. فرصت میتونه ایجاد بشه برای پرسپولیس. داخل محوطه احمد نوراللهی صاحب توپ. موقعیت هست برای پرسپولیس، توپی که زده میشه، ضربه سر به بیرون میره. یه حرکت قشنگ از بازیکن پرسپولیس سمت راست. سیامک نعمتی یه بازیکن رو رد میکنه. موقعیت هست برای پرسپولیس، بازی رو باید باز بکنن، میخوان به گل برسن. پهلوان پشت محوطه جریمه. تعداد پرسپولیسیا زیاده داخل محوطه. فرصت برای پرسپولیس هست و ضربه‌ای که به بیرون میره. داخل محوطه جریمه استقلال انجام شده. سعید آقایی با پای چپ میفرسته داخل محوطه جریمه. فرصت برای پرسپولیس از ضربه از راه دوری که زده میشه توسط میلاد سرلک و توپش به بیرون میره. حرکت برای یاران پرسپولیس. حالا موقعیت هست برای گل. ضربه توی دروازه گل مساوی برای تیم پرسپولیس به ثمر میرسه. اشتباهی که مدافعان میکنن این بار برای استقلالی ها سر میزنه و عبدی برای پرسپولیسی ها گل میزنه. گل قبلی اون نصف و نیمه بود. حالا اینجا دیگه کامل به عنوان یک گلزن در شهرآورد خودش رو مطرح میکنه عبدی و دروازه رو باز میکنه. نگاه کنیم اشتباه سر زدن مرادمند، اشتباه 2 مدافع که به هم چسبیدن و بدین ترتیب عبدی از به هم خوردن اونها استفاده کرد و دروازه رو اینجوری فرو ریخت. کارو مهار میکنن. از ضربه بلندی که زده میشه و در نهایت توپ دور میشه. حالا فرصت برای پرسپولیس. خطا اعلام شده. رنگ کارت داور رو ببینیم که چه رنگیه. غلامی میگه هیچی نیست. ما دیدیم که کرمانشاهی چه تصمیمی میگیره. کارت زرد بیرون اومده و کارت زرد نشون میده به عارف غلامی و اعتراض بازیکن پرسپولیس. حالا کرمانشاهی عصبانی میشه و میره سمت نیمکت و اینجا یه کارت زرد رو نشون میده به یکی از اعضای کادر فنی پرسپولیس. همه اونجا معترضن، اینکه باید اخراج میکرده عارف غلامی رو، اما داور ترجیح داد کارت زرد نشون بده بهش. ارسال پشت محوطه جریمه. موقعیت هست برای بازیکن پرسپولیس داخل محوطه. فرصت برای پرسپولیس. بازه ارزی که داده شد موفق نبودن، توپو برگشت میدن. اشتباه دوباره عبدی. فرصت برای پرسپولیس، خود عبدی. موقعیت هست برای پرسپولیس. عبدی نمیزنه، چیکار داره میکنه؟ نوراللهی دروازه باز نشد. احمد نوراللهی نتونست دروازه رو باز بکنه و در نهایت توپ به بیرون رفت. حرکت از یاران پرسپولیس. حالا پشت محوطه جریمه عبدی. فرصت هست در داخل محوطه. ضربه که زده میشه و دروازه استقلال باز میشه. پرسپولیس به گل دوم و گل برتری خودش میرسه. وحید امیری حساب کارو 2-1 میکنه برای پرسپولیس تا اونا پیروز این مسابقه باشن. پرسپولیس با 1 گل عقب افتاده بود، دو نیمه دوم 2 گل میزنه و حالا بازی میشه 2-1. یه بار دیگه ببینیم صحنه رو. حسابی که انجام شد و دروازه استقلال باز شد.
یه لحظه اشتباه، بازم فرصت برای پرسپولیس و گل سوم تک به تک با دروازه‌بان احمد نوراللهی. و کجا زد ضربه‌شو احمد نوراللهی. امروز روز نوراللهی نیست به نظر. یک از سرلک میاره پشت محوطه جریمه، یه تک خبری از خطا نیست. حالا پشت محوطه فرصت هست برای پرسپولیس، ضربه‌ای که زده میشه توپ درازکش میگیره رشید مظاهری. مشخص بودن این ارسال داخل محوطه جریمه، ضربه سر توپو برمیگردونه، قائدی شوت میزنه بازم این سمت مهدی پور میتونه بفرسته، این کارو انجام میده داخل محوطه جریمه. یه لحظه لک زمین خورده، حالا اینجا توپو در اختیار میگیره حامد لک. دیاباته پاس میده سمت چپ، موقعیت هست برای استقلال. دانشگر یه بازیکن در مقابل میبینه، ارسال بکنه داخل محوطه جریمه، این ضربه سر و توپی که بیا بیرون رفت. حرکت پشت محوطه جریمه پهلوان، فرصت برای پرسپولیس. پهلوان پاس میده داخل محوطه، رمضانی پاس میده، ضربه‌ای که مستقیم زده میشه با سیو مظاهری. توپ همراهه وارد محوطه جریمه میشن اونجا. موقعیت برای پرسپولیس واسه عالی به امیری میکارن اونجا، فرصت برای پرسپولیس از ضربه‌ای که بازم به بیرون میره. یه لحظه اشتباه، فرصت برای استقلال داخل محوطه جریمه. دیاباته دروازه رو باز میکنم، آفسایده، آفساید گرفته کمک داور و گل مردوده و دیاباته نمیتونه به پرسپولیس گل بزنه. ارسال پشت محوطه جریمه، موقعیت برای استقلال. قائدی حالا میزنه ضربه رو، دروازه رو باز میکنه مهدی قائدی. چه دقیقه ای استقلال نجات میده از این شکست و حساب کار میکنه 2-2. پرسپولیس داشت میبرد، داشت امتیاز رو میگرفت، اما قائدی استقلال نجات داد، حساب کار بشه 2-2 مساوی. اونجا چه خبره، پا رفته سر کله بقیه. مظلومی هم اومده وارد زمین شده دیگه، اون تهیه باید این زنده بیرون میاد یا خیر. قائدی اینجا عالی کار کرد، اینجوری نعمتی رو برداشت، از ضربش اینجوری وارد دروازه شد، روی خط هم تلاش ناموفقی داشت سید جلال حسینی و نتونست کاری انجام بده. حساب کار بشه 2-2 و استقلال به گل مساوی برسه.